به نام خداوند بخشاینده و مهربان نهایت با رحم ما بعد. طهارت گرفتن میان دو جماع، اگر ساده تر گویم میان دو علاقه جنسی. هرگاهی که مرد در محل مشروع همسرش را خانه‌داری کرد، یعنی موافق با شرایط، پس از آن باز یک مرتبه به جماع کردن اراده کند، یعنی به علاقه جنسی کردن، باید طهارت گیرد. طبق گفته پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، هرگاهی که یکی از سمایان با همسرش همخوابگی کرد، سپس باز اراده بازگشت جماع را کند، بازگشت علاقه جنسی را کند، پس در میان آن طهارت گیرد. در دیگر روایت گفت طهارت گیرد همچنانه که برای نماز طهارت میگیرد. روایت امام مسلم، امام ابو شیبه و احمد و ابو نعیم از همین روایت زیاده از اوست. طهارت گرفتن جنوب پیش از خواب. زن و شوهر نباید در حال جنوب بودنشان خواب روند مگر بعد از طهارت گرفتن. در این مورد یک چند احادیث وارد شده است. اول از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت هر وقت که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حال جنوب بودنش اراده خوراک خوردن یا خوابیدن را میکرد، فرج خود را میشست، سپس طهارت میگرفت، همچنانه که برای نماز طهارت میگرفت. روایت بخاری و مسلم و ابو عوانه. حدیث دوم از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که گفت عمر گفت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، با یکی از مایان شایسته است خوابیدن در حالی که او جنوب است. او پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت بله، هر وقت که طهارت گیرد. در روایت دیگر گفت فرجت را شسته طهارت گیر، سپس خواب کن. و در روایت دیگر گفت بله، طهارت گیر، سپس خواب رو تا آن وقت که بخواهد غسل گیرد. حدیث را سگانه در صحیحشان روایت کردند. حدیث سوم از عمار ابن یاسر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ملائکه ها به سه کس نزدیک نمی شوند: خود مرده کافر، شخصی که خودش را با عطر خلاق آلوده کرده است، و شخص جنوب، تا آنجایی که طهارت گیرد شخص جنوب. حدیث حسن در روایت کرده را ابو داود، احمد، طحاوی و بیهقی. حکم طهارت ذکر شده. این طهارت گیری واجب نمی باشد بلکه مستحب. طبق حدیث عمر که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرد گفت با یکی از مایان شایسته است خوابیدن در حالی که او جنوب است؟ او گفت بله، هر وقت که طهارت گیرد. و مستحب بودن این را قوت می‌دهد حدیث عایشه رضی الله عنها که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم آب را به بدنش نرسانیده در حال جنوب بودنش می‌خوابید تا آنجایی که از خوابش بیدار می‌شد، سپس غسل می‌گرفت. روایت ابن ابو شیبه در صحیحش. و در دیگر روایت از او نیز گفت شبش را جنوب می‌گذرانید، سپس بلال آمده از برای نماز اذان می‌گفت، سپس او خسته غسل می‌گرفت. من مشاهده می‌کردم چگونه آب از سرش جاری می‌شد. سپس به نماز می‌برآمد. من آوازش را در نماز صبح می‌شنیدم، سپس روزه می‌داشتم. مطرف گفت با امیر گفتم این چیز در رمضان می‌شد؟ گفت بله، برابر از در رمضان باشد یا در غیرش. روایت ابن ابو شیبه و ابو یعلا اسنادش در صحیح است. تیمم گرفتن جنوب به عوض طهارت. احیانا از برای زن و شوهر تیمم گرفتن به عوض طهارت جایز می باشد. احیانا یعنی بعضی وقت. طبق حدیث عایشه رضی الله عنها که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم چون جنوب میشد، سپس اراده میکرد که خواب کند، طهارت یا تیمم میکرد. روایت بیهقی، حافظ ابن حجر در فتح گفتند که اسنادش حسن می باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.